اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. های وجود دارند که از حرام کده‌های پروردگارشان خورده ایستادند، در حالتی که اونها میخندند، در حالتی که خیلی خندان هستند، خیلی وقت خوش دارند. دوستان خدا میگوید من اذنب ذنبا و هو یضحک فإن الله یدخله النار و هو یبکی. کسی در دنیا اگر گناه میکند و این جنایت هایی که نامگیر کردم دست میزند، در حالتی که وقتش خوش است، خندان است، و درست این که پروردگار او را در آتش دوزخ داخل میکرداند و هو یبکی، در حالتی که وی گریان است، داد میگوید، گریه میکند، دیگر برای فایده نیست. ابلیس از آسمان برای چی رانده شد؟ برای که نافرمانی کرد، گناهکار شد. نوح دنیا زیر آب ما برای چی؟ برای که قومی سرکش پیدا شد، قومی گناهکار پیدا شد. قوم عاد برای چی در این بادی سخت گرفتار شدند؟ برای سرکش شدند، گناهکار شدند. قوم ثمود برای چی جگرهای آنها از صدا پاره پاره شد؟ برای که قوم آنها سرکش شدند. فرعون برای چی در دریای نیل غرق شد؟ برای که در نزد پروردگارش گناهکار شد. اینا همش سبب در چی بود؟ قوم لوط پروردگار برای چی چپه کرد؟ برای که گناهکار شدند. با سبب گناه در همه بلا ما و شما مبتلا میشویم. خدا در قرآن برای ما و شما گوشزد میکند و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خدا میگوید هر مصیبتی که به سر شما میآید، ای بندگان خدا، خدای شما دوست نمیدارد شما خوار و ذلیل باشید، لیکن آن چیزی که به سر شما میاد از دست شما میآید، از گناه شما به سر شما میآید. بسیاری از گناه شما را پروردگارتان باز میبخشد. بیدار شوید برادرای عزیز. هر گناهی که میکنید خداوندتان حاضر و ناظر دانید. از خدای خود بترسید. هر روز یک گناه زن میشود. حبیب خدا میگوید ان العبد اذا اذنب ذنبا كان نقطة سوداء في قلبه فإن تاب سقل قلبه و این زاد. اگر بنده مؤمن وقتی گناه میکند یک نکته در دل او گذاشته میشود، در قعر دل او سیاهی رفتن میگیرد. توبه کرد، خداوند سیاهی را نابود میکند. توبه نکرد، این نقطه های سیاه زیاد میشود. و این ابعد الناس من الله القلب القاسی. دورترین مردم از رحمت پروردگار کسانی هستند که دلهای سیاه دارند. انا توبه را معناش همین از بازگشت از گناه. توبه باید چگونه باشد؟ چگونه انسان باید توبه کند؟
من میخواهم از دین نصرانی برای شما یک مثال بیارم که در دین نصرانی ها، در دین آن شخصانی که امروز صاحب کلیسا هستند که از برنامه های روسیه برای ما و شما نشان میدهند که در همون کلیساهاشان عبادت های خودشان نکرده ایستاده اند. توبه اونها چگونه هست؟ طبق آیین نصرانی برای توبه کردن همان شخص گناهکار نزد همان پدر روحانی می رود، نزد همان پاپی که ما و شما میگویم نزد همان پاپ می رود و او از یک جانب می نشیند، این از جانب دیگر می نشیند و تمام گناه های خود را در پیش او آشکار می کند و او را به خودش وسیله می سازد که از جانب این در نزد پروردگار طلب مغفرت کند. در آیین زردشت چی؟ در آیین زردشت کتاب دارم به نام وندیداد. در همون کتاب میگوید آدمی که گناهکار باشد باید که با پیشاب گاو آبازی کند، پیشاب گاو جمع بکند، آبازی میکند و همین پیشاب گاو با خاکستر عررش میکند و می نوشد. آدم گناهکار در دین زردشت. که بسیاری کسانی میخواهند که امروز دین نصرانی و دین زردشتی را بیدار کنند، دینهایی که اگر فتواهای اونها را، عملهای اونها را وقتی انسان میخواند بعداً به قدر دین اسلام میرسد که چی دینی پاکیزه داریم، چی دینی آلفته داریم، چی دینی داریم که در دنیا و در آخرت برای ما و شما عزت میبخشد. این شرمندگی هست که امروز مردم مسلمان ما وقتی که تکیه کننده به دین زردشت یا به دین نصرانی ها باشند، زیرا این دین ها برای ما بیگانه هستند. در دین اسلام چی؟ در دین اسلام توبه کردن این است که وقتی آدم میخواهد که دیگر رجوع به گناه نکند، دیگر در نزد پروردگارش عاصی و رسوا نشود، فقط چیکار میکند؟ مثل بعض برادرهای ما و شما که امروز آدم توبه کننده را نزد مزارها ببریم همتا؟ نه، این گناه نیست. اینم از ضعیفی ایمان ما و شماست که انسان توبه کننده را مزار میبریم ما و شما. توبه نزد پروردگار از خلاص. انسان دست میبردارد و به سوی پروردگارش زاره و تولا میکند. ای خداوند، چندین سال ما از نعمتهای تو خوردیم، استفاده بردیم، لیکن تو را عبادت نکردیم. پروردگارا، تمام آن گناهایی که در قرآن یاد کردگی بودی همه اونها در ما مبتلا شدیم. امروز میخواهیم که همان گناه ها را از ما عفو بگردانی. خدای مهربان، فقط با این مقصد دست به سوی تو برداشتم. خدایا گناه های مرا مغفرت بگردان. خداوند چی میگوید؟ وما يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. خدا در قرآن میگوید کدام انسانی که عملهای بد کرد، در جان خودش جبر کرد، امروز بیدار شد، امروز فهمید که در این مکان نجات است، در نماز نجات است، در خدا پرستی نجات است، اگر دستی به سوی پروردگار برداشت، خداوند چی میگوید؟ یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. این بنده که طلب مغفرت گناه به سوی من کرد، خدای خودش را در حالت یافت که
تمام گناه های این بنده را مغفرت گردانید. خداوند این بنده ای که با یک گردن شکسته، با یک پشت گناه، با خیلی ناامیدی های آمد و نزد پروردگار خودش دعا و مغفرت طلب کرد. خداوند این گونه بنده را دعاش قبول میگرداند، گناه های او را مغفرت میگرداند. قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تبارك وتعالى لا تتعلق بحق آدميين. علمای ما و شما چی میگویند؟ پیشواهای ما و شما میگویند توبه کردن واجب است. توبه کردن این فرض است که هر یک انسان باید به سوی پروردگارش توبه کند. توبه فرض باشد، در دوامش علمای ما و شما گفتند که گناه او فقط بین خدا و بین خودش باشد، به حق آدم، به حقهای انسان ها هیچ تعلقات نداشته باشد. این حالت در 3 شرط برای توبه کننده لازم است. یکم چی است؟ ان یقلع عن المعصیه. یکم شرطی که برای آدم توبه کننده وجود دارد این است که باید که از گناه کردن باز ایستد. یعنی وقتی آمد برای توبه کردن، بعد این قدر گناه های صادر کرده، 3 شرط خداوند پیش او میگذارد. یکم این که دیگر به سوی گناه بازگشت نداشته باشد. دوم ایندم علی فعلها. دوم شرطی که برای توبه کننده لازم است این که بر آن گناهایی که پیش کرده بود به آنها پشیمان شود، آنها را دیگر یادآور نشود. چگونه ای که بعضی امروز مردم ما و شما از گناههای پیش خود یادآور می شوند و آنها را باز تعریف و توصیف می کنند. این گناه میگد باید وجود نداشته باشد. باید که بر آن گناههای کردگیشان پشیمانی داشته باشند. سوم چی؟ ان یعظم ان لا یعود الیها ابدا. سوم شرط این است که چنان قصد، چنان نیتی کند که دیگر هیچگاه من به سوی آن گناهایی که مبتلا شده بودم دیگر هیچگاه باز نمی کردم. فإن فقد احد ثلاثه لم تصح توبته. علمای ما و شما میگویند اگر از این 3 فإن فقد احد ثلاثه لم تصح توبته. علمای ما و شما میگویند اگر از این 3 شرط یکی اینها اگر یافت نشود، توبه این بنده در نزد پروردگار صحیح نشود. یکم ایستادن از گناه، دوم پشیمان شدن، سوم هیچگاه بازگشت به سوی گناه نکردن. انا همین 3 شرط اگر در حالت توبه کردن ما و شما یافت نشود، آن توبه‌ای که ما و شما میکنیم این توبه در نزد پروردگار قابل قبول نمی شود. فإن كانت المعصية تتعلق بحق آدميين فشروطها 4. علمای ما گفتن اگر به شرطی که گناه این انسان به آدم وابسته باشد، بین انسان به انسان باشد، این حالت چگونه توبه کند؟ علمای ما گفتن این حالت برای این 4 شرط است. 3 تایی که نام گرفتیم این
چهارمش چی؟ ان یبرأ من حق صاحبها و این كانت مالا او نحوه رده الیه و این كانت غیبتا استحل منه. حضرت ها گفتن که اگر بین آدم باشد، بین آدم به آدم، اگر به شرط از یک آدم تو مال گرفتگی باشی، مال یک پول اشیاء یک آدم در دستی تو باشد، در دستی تو باشد، هر توبه ای که به سوی پروردگار کنی خدا توبه تو را قبول نمیگرداند تا وقتی که مال این برادر را برده رد نکنی. اگر این مال او را در دست همو انسان اگر خودش نباشد اولاد او اگر تسلیم نکنی، هر چی به سوی خداوند از این فعل توبه هم که کنی خدا توبه تو را قبول نمی کند. زیرا این بین بنده و بین بنده هست، بین پروردگار نیست. خداوند زنای شما را می بخشد، خداوند عرق نوشی های شما را می بخشد، لیکن حق بنده را پروردگار را می بخشد. حتی می گوید اگر غیبتش کرده باشی ها، اگر رفته از او کس بخشش طلب نکنی، خداوند در این گناه هم تو را نمی بخشد. و این كانت حد قذف او نحوه مکنه منه او طلب عوفه. علمای ما و شما گفتن اگر به شرطی که یک انسان تهمت کرده باشی و این بیچاره از حساب تهمتی تو ضررهای زیاد دیده باشد، حتی حد خورده باشد، دره خورده باشد، این حالت در علمای ما میگویند که وقتی که خیلی خدا ترس که شدی و قیامت که به یادت آمد، رفته پیش این انسان عذرخواهی کن که من تو را تهمت کردم و چقدر ضرری که این انسان از حساب تهمت تو ضرر دیدگی هست، همه اون حقها را باید که تو روپوش کنی، تمام اون ضررها را باید که تو اجرا کنی. این حالت را به سوی خداوند اگر توبه کنی، خداوند توبه شما را می بخشد. این از شرطهای در توبه برای انسانهایی که بین خدا اگر گناه کرده باشند یا بین بنده، این شرطها باید که ضرور هستند. باید که این شرطها را ما و شما اگر اجرا کنیم، توبه ما و شما در نزد خداوند قبول می‌گردد. در روایت مسلم آید که از توبه کردن پروردگار چقدر خوشنود می شود. حدیث روایت می کند لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم